صندوق جمعیت سازمان ملل متحد چند سال قبل اعلام کرده بود بیش از 58% جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. همچنین وزارت بهداشت در سال 94 از آماری نزدیک به 31% جمعیت کل کشور حرف می‌زند. حتی اگر همین 31% را هم بپذیریم، با جمعیتی حدود 25 میلیون جوان روبرو هستیم. بیکاری و گسترش آسیب‌های اجتماعی و از جمله اعتیاد به مواد مخدر کاملا به همدیگر مربوط هستند. جوانی که با هزار امید و آرزو بعد از پشت سر گذاشتن دهها مشکل و صد و مانع که رژیم و یا فقر شدید مادی بر سر راهش گذاشته است، سرانجام به کسب مدرک تحصیلی از دبیرستان، هنرستان و یا دانشگاه نائل می شود و بعد از اخذ مدرک و اتلاف 2 سال از زندگی خود در دوره سربازی برای رژیم باز هم امیدی به پیدا کردن شغلی متناسب با مدرک تحصیلی خود ندارد. تمام آرزوهای خود را برباد رفته می بیند. جوانان امیدوار یا ناامید، مطمئن یا بدون اطمینان، پدیده جمعیتی هستند که کمتر بررسی و شناخته شده‌اند. نهادهای دولتی عریض و طویل و پربودجه‌ای مثل سازمان ملی جوانان و بعدها وزارت ورزش و جوانان هم تا به حال یا تحقیق و بررسی اساسی در این بافت جمعیتی در خور توجه انجام ندادند و یا چیزی از نتایج تحقیقات خود نگفتند. جوانی و جوانان دوره و جمعیتی که اگرچه در ایران در حال توسعه است اما کمتر دیده می شود.